سلام یه صبح دیگه. امروز یه سفری داریم از ریچموند هیل اونتاریو در کانادا به توییت. امیدوارم که این سفر رو با هم دیگه خوب بگذرونیم و اطلاعات مفیدی که میتونم در اختیارتون بذارم در مورد شهر توییت که طی این فیلم براتون خواهم گذاشت. لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو فشار بدین برای اینکه ویدیوهای ما به روز به دستتون برسه. خب اون چیزی که مد نظره اینه که تو این ویدیو من سعی میکنم بیام در مورد بیزینس ها، موقعیت ها، فرصت های شغلی در مورد توییت و قیمت خونه، زمین و عوامل مؤثر تو قیمت گذاری ملک براتون بذارم و امیدوارم که شما هم لذت ببرین از این هوای مه‌آلود و جاده مه که حالا نمیدونم چقدرش تو این ویدیو مشخص باشه. میریم که از ریچموند هیل بریم به سمت توییت. خب همونجوری که میبینیم تمام دو طرف جاده پر از زمینای کشاورزیه که الان فصل اواخر بهار هستیم، اوایل بهار هستیم که کشت دارن کردن و زمین آماده کردن. اینم آسمون زیبا و خوشگلی که اطراف ما هست. یک سری اطلاعاتی که در مورد شهر توییت بهتون بدم. این شهری که 1998 به شهر تبدیل شده از ویلیج و جمعیتی معادل 6100 نفر که این سرشماری 21 اتفاق افتاده داره. یکی از جذابیت هایی که این شهر داره به عنوان کوچکترین زندان آمریکای شمالی در اون واقع شده و به پارچه های پشمیش، به خاطر اینکه اونجا قالب تجارت مردم لوکاله، یعنی محلیه، روی کشاورزیه و پارچه های پشمی رو اونجا بسیار بهش اهمیت میدن. یه چیزی که خیلی جالبه که حالا تو سطح بین‌المللی این مطرحه اینه که لباس ها و مد فشن سوارکاری، یعنی از سواری تو توییت تهیه میشه و جالبه. همونجوری که باز خدمتتون گفتم این دریچه که میبینیم پورت بریه که ما از کنار این شهر میگذریم که یک شهرهای زیبا و لیک‌های زیبا هست بس آخر هفته ها که توی مسیر شهر توییت هست. و این جاده هم که ما داریم میریم هایوی 7 که من بهتون خیلی توصیه میکنم اگر میخواین برین اتاوا
حتما از این جاده برین، چون بسیار بسیار مسیر خوشگلی داره. اگر که عجله ندارین، میخواین از مسیر لذت ببرین و مناظر، دریاچه ها و بسیاری از کمپینگ ها تو این اطراف این جاده وجود داره. خب همونجور که بهتون گفتم، میخوایم بیایم یکم در مورد بیزینس هایی که عنوان لوکال یا محلی توی همین هایوی 7 هستش به سمت پیتربرو و نرسیده به شهر تویت. چون همینجور که میبینین این جایی که براتون انتخاب کردم یک چه میگم فروشگاه بزرگ از سفال، سنگ و کارهای چوب که حالا هر چقدر داریم جلوتر میریم من بهتون نشون میدم که مجسمه‌های سنگی هستش. من یکم سکوت میکنم که بتونین اینا ببینین و لذت ببرین و بسیار عالیه واسه لندسکیپی، یعنی فضا سازی های بیرونی که اینا از سنگ های طبیعی اینا تراشیدن. یعنی این خانواده مشکلی مثلا خلوشه $8,000 و این بودای مثلا 12,000 خلوش 12 تا 14 تاست. اونورم که میبینین گلدونای سفالیه که کارگاهشونه. خیلی از این محصولاتی که اینجا ما داریم میبینیم و اینا دارن تولید میکنن. این یه عواسیل خوشگله با بچهش. خب خیلی مهمه که آدم وقتی یه جایی میره بتونه اون بیزینس هایی که محلی هستن رو معرفی کنه و شاید یه نوعی هم حمایت بشه از اونها، چون واقعا یکی از این کار بسیار سخت و هنریه و همونجور که میدونین اینا خب محلی هستن، کمتر دیده میشن و میبینین این سنگ طبیعیه که اینا تراش دادن، یه سنگ تیکه است. آفیسشونه، فروشگاهشونه که با هم میریم داخلش و میبینین که چقدر زیبا محصولاتی رو با چوب درست کردن و اینم گلدونای سفالی لعابیه که میبینین لاجوردی و سرمه‌ای و اصلا چیز آب نفتی که خودمون میگیم و اونم که میبینین سر مایه هاست، بودا، یعنی از هر قوم و قبیله‌ای تو اینجا یه اثری میبینین و نشون میده که خب کانادا یه کشوریه که مولتی کالچره، از اقوام متفاوت تو زندگی میکنن، بر اساس اون در نتیجه کارهایی که ارائه میشه به همین ترتیب هست. تو با هم دیگه لذت ببریم از اینکه لایک میکنین، شیر میکنیم ویدیوها رو با دوستانتون، ممنونم. بریم جلوتر که اطلاعات بیشتری رو من خدمتتون بدم و از این تصاویر لذت. اینم که ببینیم میرم اون پشتش که کارگاهش بود، کارگاه چوبونیشه. خب رسیدیم به این مجسمه‌های چوبی زیبایی که اینجا هست و میبینیم مبل، صندلی، میزه، یعنی کارهای دکوراتیو که همش با چوبه، همش با چوب تراشیده شده. حالا نمیگم بولوش 80% محصولات رو با اون چیزی که صحبت کردم و جالبه که صاحب اینجا فرانسوی زبان هستن و از مونتریال اومدن و این فروشگاه و این کارگاه و این بزرگی رو درست کرده و محصولات زیبا رو اینجا گذاشته که شما چه میگه از $5 به بالا میتونید دیگه بدون حد جهت دلتون میخواد و بخرید. و یه سری محصولاتش هم هستش که وارداتیه، مثلا از استرالیا آمده، از هند اومده و اون مار کبرا این شخص گلف رایان که اینجان
مجسمه هاشونه. شاید 8,000 تا قیمتش. اینو یادم رفتتون بگم، این تو 3 طبقه این فروشگاه که ما میریم همه اینا رو ببینیم که واقعا اگه برای خونه هاتون، برای کاتیجاتون و حالا به قول معروف آیدیایی که میخوان میگین خودتون این کاری رو بکنین، اینجا رو توصیه میکنن. واقعا یه نمایشگاه، یه موزه است، یه حالت موزه هنری داره، چون هر نوع چیزی فکر کنیم توش هست. گاو اسپانیایی معروفه دیگه، اینم خرس گریزلی و که خوش ما خودمون ایرانی ها دستی بر آتش هم داشتن. خب من سعی کردم اینجا براتون یکم ویدیو بیشتر بگیرم. بازم برگشتیم با هایوی 7 سمت توییت. هنوز هوام آلوده و آرزو دارم که لذت ببریم. سعی خواهم کرد در مورد قیمت خونه، زمین، در موردش یه سری اطلاعات بیشتری رو بهتون بدم و جلوتر خواهم گفت خدمتون. اون چیزی که خب تو توییت هست، میانگین قیمت خونه ها تو مناطق روستایی اونتاریو که این هم شامل توییت میشه بین 400 تا 700 هزار دلار کانادا است. این قیمت ها بسته به موقعیت و متراژ و امکانات ملک هی در حال تغییره. همچنین که میدونید خب عوامل مؤثری تو قیمت گذاری ها هست که مجاورت به مراکز شهری، امکانات محلی، نوع ملک، همه اینا واقعا تاثیرگذاره. اینجا شهر توییده که حالا شما میبینین، یکی از شهرهایی که میتونه میگیم از سال گفتم خدمتون 1998 اینجا شهر شده و یکی از شهرهای کوچیک تازه تأسیسه. از اینکه سابسکرایب میکنید و ما لایک میکنید، شیر میکنید ویدیو رو و حمایت میکنید ما رو، واقعا خوشحالم و ممنون میشم که سابسکرایب کنید. خب بریم سر اطلاعات بیشتری که در مورد شهر تویید و قیمت زمین و ملک و بیزینس هاش بهتون بگم. همونجور که میبینید خب بافت شهرهای کوچیک تقریبا اکثرا شبیه همدیگه هست. بیزینس های محلیه که یه نکته جالبی که داره، واقعا اینو برین اگر دنبال اینی که بیزینس های رو ران کنین یا گرانت های کمک های مالی بلاعوض دولت بگیرین، شهر توییت شهرداریش یا پرنسیپالش داره یه امتیازاتی رو ارائه میده که داخل خود سایتش که من داخل دیسکریپشن خواهم گذاشت این لینک ها رو و حتی میتونید گوگل کنید در مورد بزنید توییت پرنسیپال که اونجا همه این موضوعات هستش. فرصت های بیزینسی که در توییته با محیط طبیعی جذاب و فرصت هایی که واسه این بیزینس های کوچک مهیا کردن، مثل خدمات گردشگریه و همینجور که مثلا میبینین اینجا یه فارم مارکته که اومده مثلا 4 تا خرگوش، 2 تا بز اینا رو گذاشته و داخلش هم محصولات کشاورزی رو به صورت فرش میفروشه، یعنی تازه. این بوجو خوشگله اینجا میبینیم. میدونیم وقتی تو شهر آدم زندگی میکنه اینا رو میبینه یکم حالا هواش عوض میشه، آدم که شما واقعا لذت ببرین.
در مورد این مناظر واقعا خب خیلی ها میان آخر هفته هاشون رو اینجا میگذرونن و بچه ها میان و نکته‌ای که هستش اینه که اینا میگن آقا به حیوانات غذا نده، همچون که رو تابلو نوشته شده و دیگه دست شما یکم تیستی میشه و اونا احتمال شما رو گاز بگیره. اینم خرگوشای کوچولوی خوشگلی که تو اینجا هست، زمین بازی و اینم توی باز همون هایوی 7 هستش و ما تو مسیر برگشتیم داریم برمیگردیم و قلوش این فاصله این فارم مارکت قلوش مثلا شاید 45 دقیقه‌ای یانگو هایوی 7 باشه، یعنی از اون نقطه‌ای که مثلا ریچموند هیل شروع مثلا یانگو هایوی 7 هستش میره تا اونجا. اینا مرغای خوشگل و خروسای طلاییه و خیلی جالبه اینجا مرغ و خروسا رو نژاداشون رو مختلط نمی کنن، یعنی بحثی که حالا توی مزرعه هاشون هم وجود داره اینه که مثل حالا مثلا ایران شاید مزرعه کوچیک یا مثلا اینا میومدن مرغ و خروسا رو نژاد مختلف قاطیم، ولی اینجا همچی کاری اتفاق نمیفته. همونجوری که بهتون گفتم اطلاعات بیزنسی و ملکی رو من داخل دیسکریپشن گذاشتم، میتونید اونجا ببینید. ببخشید. و این نکته که خیلی مهمه، تو تمام طول مسیر همه پمپ بنزینا وجود داره، شما نگران هیچی تو جاده‌های کانادا به عنوان بنزین زدن ندارید و جاده بسیار بسیار خوبیه، ولی خب واسه فاصله 45 دقیقه‌ای تأخیر داره، یعنی توی ترافیک بیشتری داره. وقتی اگه میخواین بریم به سمت اتاوا و من بهتون واقعا توصیه میکنم اگه تابستون میرین، اواخر بهار میرین یا پاییز، اصلا پاییز که اصلا واقعا دلانگیز و زیباست این مسیر برای من که واقعا میارزه، چون هر دفعه من میرم اتاوا یا مثلا تویید هر جا، خب حالا تویید باید حتما مسیر رو بگیرم، ولی خب مثلا اتاوا رو اکثرا فوروان رو میگیرن، یعنی اتوبان 401 رو، ولی خب من اکثرا با هایوی 7 رو میرم و خیلی جالب. تشکرم داره که من از اسپانسر این ویدیومون خانم آزاده جلیلی که حالا خودشون ریال استیت بروکر هستند و اطلاعات خوبی رو در مورد املاک حالا در اختیار ما گذاشتن و اگر هم اطلاعات بیشتری میخواین شما تماس ایشونو باز من تو دیسکریپشن و آخر این ویدیو گذاشتم. خب بریم باز دوباره مسیر و اطلاعاتی که میتونم در اختیارتون بگم. یعنی تو این مسیر که ما داریم میره، حالا اینم که یکی از شهرها پورت بریه که واقعا اونم یکی از زیباترین است که باز اونم ویدیوشو خواهم گرفت و براتون میزنم و شیر میکنم که لیکیه بسیار عالی. یه چیزی که یادم در مورد توییت بهتون بگم، یکی از اون قابلیت هایی که وجود داره اونجا اینه که این شهر یک لیک بازوباره بزرگی داره که این لیکش حالا نزدیک دانتانش به نام استاکو لیک که یه جای عالی واسه قایق سواری، ماهیگیریه و تریلر عالی کنارش داره واسه پیاده روی و مساحت خود توییت نزدیک 953 ممیز 47 کیلومتر مربع که بازوری و وسعتی قابل توجه داره. خیلی بهتون توصیه میکنم واسه پاییز برای مسافرت به اینجا و یه مسافرتی که ما بگیم از ریچموند هیل میخوایم بریم به اونجا تقریبا 2 ساعت و ربع زمان میبره و بس حالا به اون زمانی که دارم بهتون میگم توی زمان ترافیک نیستش.
یکی از اون موضوعاتی که باز دوباره باید خدمتون بگم در مورد بیزینسش بسیار بسیار مزرعه داری و تحت حمایته و گفتم سر بزنین به سایت خودت توییت داره. چیزی که من تو سال الان 2024 هستیم چک کردم داره گرند ها و یا وامای بلعرض خوبی رو داره ارائه میده. اگه اینا در حال توسعه هستن. یکی از اون موضوعات پرورش اسب گوسفنده که همونجا هم بهتون گفتم، مثلا پارچه های پشمی اینجا، پشم گوسفندشون برای اون موضوع بسیار معروف دور دنیا و همچنین موضوع فشن و لباس های سوارکاری که اینا درست میکنن. حالا جکتش بگیر، بوتش بگیر، کلاش بگیر و بسایی که هست. خب از اینکه ما رو سابسکرایب میکنین، لایک میکنین، ممنونم. آرزو دارم ویدیوهای بهتر بتونم براتون بگیرم و امیدوارم باز لذت برده باشید. روزگار خوش.